امروز حدود 6-7 سال پیش ما احساس کردیم که برخی از دانشگاه‌ها رشته کاربردی کردن علوم رو مطمح نظر قرار دادن. همون موقع فکرمون رسید که دانشگاه‌های مختلف ایران علوم نظری رو مطرح میکنن ولی کاربردی کردنش مورد نظر نیست. به این ترتیب یه خلایی احساس میشد که بین علوم نظری و کاربردی کردنش وجود داره. هیئت مؤسس نشستن و تصمیم گرفتن که ما 2 تا پتانسیل در اصفهان داریم، یکی صنعتی و یکی هم گردشگری. ما اومدیم و گفتیم اگر بتونیم ما یه مؤسسه ای رو راه اندازی بکنیم که بتونه کارگشا باشه برای صنعت اصفهان و صنایع اصفهان و همینطور برای صنعت گردشگری اصفهان، این میتونه خیلی موثر باشه. به این خاطر ما اومدیم و این مؤسسه جهان دانش رو تأسیس کردیم که با گرایش گردشگریه و مدیریت و گردشگری هست و گفتیم بتونیم انشالله در خدمت صنایع و در خدمت گردشگری اصفهان باشیم و بتونیم که یه خدمتی به مردم عزیز و شریف اصفهان بکنیم. مؤسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین در سال 1392 توسط جمعی از مدیران برتر استانی و همچنین اعضای هیئت علمی مطرح استان ایده شکل گرفت و بر اساس اون ایده پیگیری‌های لازم جهت اخذ مجوز از وزارت علوم انجام شد و نهایتاً در سال 1397 این همفکری و این جمع منجر به تأسیس مؤسسه آموزش عالی آزاد جهان شد. مقوله مدیریت که در حقیقت یک هنره، یکی از عوامل اصلی در موفقیت هر مجموعه است. حالا این مجموعه چه کوچیک باشه، چه دولتی باشه، چه خصوصی، و به دلیل اینکه مجموعه ما احساس کرد که مسئله مدیریت را ما اگر بتوانیم روش متمرکز بشیم و یه تلاش بکنیم برای توسعه و بلوغ مدیران، شاید یه قدم موثری در مسیر توسعه استان و بعضا کشور برداشته میشه. به همین دلیل رفتیم به سمت ایجاد یک مؤسسه‌ای که قانونا و رسما بتونه چنین کاری را انجام بده که منجر شد به مؤسسه آموزش عالی جهان. ما به این ایده رسیدیم که شاید الان به عنوان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما به عنوان شهروندان اصفهانی اینه که بر روی آموزش مدیران و شهروندان اصفهانی از بعد مدیریتی و گردشگری و همچنین روانشناختی سرمایه گذاری بکنیم تا بتونیم به یک جامعه بهتر و زیباتری از آن چیزی که هست دست پیدا بکنیم. سیاست کلیمون اینه که انشالله بریم به طرف یه دانشگاه بزرگ و بتونیم یه قطب خیلی بزرگ در بخش خصوصی ایجاد کنیم. بنابراین ما پیشنهاد کردیم که برای اینکه این خلأ یا گپ یا فاصله ای که بین علوم نظری دانشگاهی هست با کاربردی کردنش این خلأ رفع بشه. شعار ما در مؤسسه آموزش عالی آزاد جهان این هست که با ما جهانی شوید و در این راستا مؤسسه تلاش کرده دوره‌های خودش رو بر اساس استانداردهای روز دنیا برگزار کنه و از اساتید مطرح استانی و کشوری در ارائه این دوره‌ها بهره مند بشه. ما از زمانی هم که تقریبا آغاز کردیم تمرکزمون رو این هست که بتوانیم مشکلات مدیریتی را در مجموعه مختلف رفع بکنیم و به همین دلیل هم
قراردادهای متنوعی را با مجموعه ترجیحاً بزرگ و تاثیرگذار تنظیم کردیم و الان داریم فعالیتمون را در اون مجموعه ها متمرکز کردیم و هر روز در حال توسعه این مجموعه هستیم. ما اومدیم و روندهای آموزش‌های کوتاه مدتی که به صورت جزیره‌ای در شهر اصفهان برگزار می‌شد رو به صورت یک پارچه درآوردیم و نگاه استراتژیکی که ما داشتیم اینه که این آموزش‌های کوتاه مدت باید به همدیگه پیوستگی داشته باشه و مثل نخ تسبیحی که بتونه این آموزش‌ها رو به هم ربط بده، باید اینها بتونه به یک مجموعه آموزشی انسجام بده تا بتونیم ما از مجموعه آموزش هایی که میدیم نتیجه مطلوب رو برداشت بکنیم. اما کارهایی که تا الان داشتیم خب قراردادهای خیلی خوبی با شرکت‌های وزینی در اصفهان ما داشتیم که خیلی مطرح هستن و همکاران ما واقعا کسانی که 10 سال سابقه دارن در این زمینه، خب تونستیم گوی رقابت رو از اینها برباییم و با این شرکت‌های عظیمی که خیلی مطرح هستن در سطح اصفهان و در سطح ایران خب قرارداد داشته باشیم و تونستیم که دوره‌های مدیریتی رو براشون بذاریم. ما به این ایده رسیدیم که شاید الان به عنوان یکی از مسئولیت‌های اجتماعی ما به عنوان شهروندان اصفهانی اینه که بر روی آموزش مدیران و شهروندان اصفهانی از بعد مدیریتی و گردشگری و همچنین روانشناختی سرمایه گذاری بکنیم تا بتونیم به یک جامعه بهتر و زیباتری از آن چیزی که هست دست پیدا بکنیم. در 3 سال گذشته که فعالیت اجرایی مؤسسه شکل گرفته، ما قریب 500 نفر دانشپذیر داشتیم و این 500 نفر اکثرا مدیران عالی صنایع بودند و این خودش نشون میده که این مؤسسه با اقبال خوبی در تقاضا مواجه شده و امیدواریم بتونیم در آینده نزدیک خدمات بهتر و با کیفیت‌تر و بیشتری رو به صنعت استان انجام دهیم.